апа خواهران عزیز، هر یک شما رو به کار دعوت میکنم به کمپانی فابریک دخترای نگاه کنتون. من که در روسیه هستم، برای همین معاش ما روبلخ میگیرم. دخترها هر یک باری که ما معاش میگیریم، من تقریبا 200,000 روبل هر 3 هفته معاش میگیرم. با بالای این هر دفعه هم خیلی بونوسای کلان داده میشود از طرف کمپانی به ما. و ما از خانه نبرآمده برابر کارهای خونهمون کار کرده ایستادیم. برابر کارهای خونه، برابر فرزند نگاه کنی، برابر خوراک تیار کنی. خلاصه گپی دخترها شما فقط تلفن در کار میشد و اینترنت. تمام معلومات عالی لازم نیست. فروختن در کار نیست. عموما دخترها مساطای کمپانی فروختن در کار نیست. میدونید همین چیزا بسیاری خیال میکنن که کمپانی فابریک با که در اومده بسیار کلان خرید میکنی، میری میفروشی. این خیلی نیست دخترها، همه این گپ دروغ است. برای همین دخترها میتونید که نمره واتساپ ما بنویسید، شما خودم دستگیری میکنم، شما معاش بلند با برآمدن به یاردم میکنم. همه وقت ما از تکنیکا دستگیری میکنم. آدمایی که نه با کار درآمدگی هستن. دخترها آموزش به پول، نام نوشتنش به پول. از شما فقط همین خواهش کار کردن دخترها. یک وقتی منم هم خیلی کار به درآمدگی بودم، خودم با باوری نداشتم. دخترها حاجت زیاده از 300,000 روبل یک ماه با من کار میکنم. معاش 3 هفته‌ای یا اینکه 2 هفته‌ای ما از 200,000 روبل زیاد است دخترها. من خدا به هزار بار شکر میگم که خیلی کار بهترین خداوند من برای کرده است که من حاضر من از خانه نبرآمده برابر فرض نگاه کنی همین قدر کلاهای بلند برآمده ایستادم. دخترها من الکی مقصد ماندگی هستم که در همین سال 2025 خانه خودم از همین پولهای فابریک خرم. من همش اچتاش که شما به نشون میدم چقدر من معاشم که خانه خرید ایستادم، همش من اچتاش که شما به نشون میدم تا که شما نیز قوت گرفته قطعا کار کنید تا خیلی آرزوهاتون برآورده کنید.